با سلام و درود خدمت دوستان و آشنایان کانال یوتیوب فارسی طلای کثیف. الان امروز دیدیم با ترکیده شدن بندر شهید رجایی یکی از صنایع غیر نفتی بوده مثلا ترکیده. خب الان یکی میگه مثلا شده خرابکاریه، یکی میگه بمبگذاریه، یکی میگه فاجعه انسانیه. نقشه‌های کلانبردی راه ایران الان بنظرم توی تاریخ و تو چیز اول از همه گره خورده با بستن این تفاهم ایران و آمریکا صلح‌آمیز یا صلح‌آمیز نبودن ایران گفتن. خب ایران میاد میره با روسیه تا قول گفتنی تاخت پاختش میکنه و قراردادش میبنده. بعد از این برام وزیر امور خارجه میره تو مسقط با طرف آمریکایی در مورد به قول خودشون میگن صلح‌آمیز، بس صلح‌آمیز بودن هسته‌ای. آقا صلح‌آمیز بودن هسته‌ای رو پاشو پس پیش میکشن. اینا میگن که خودش یعنی خود طرف همون سازمان بین‌المللی آژانس اتمی که خودشون نهادی رسمی اعلام کردن تو کل دنیا آمده گفته 15 بار گفته ایران صلح‌آمیز هسته‌ایش. یعنی اینا اگه الان بخوان قرارداد ببندن صلح بکنن بازم ایران صلح‌آمیز هست، یعنی برای پزشکی، دارویی، برق، نجات مریضش اینها در استفاده میکنه. پس دنبال نه بمب اتم و نه کاری. اگه بخواد کم صلحی برقرار بشه و کاری بکنن به این نقشه‌های خرابکارانه صهیونیست‌ها و ترکیه و اینا توی ایران مطمئنا خرابکاری انجام میدن که ایران مذاکره با آمریکا صلح نکنه. برای چی؟ بخاطر اونا در بلوک شرق یا به قول خودش همین جغرافیایی که ایران داره میخواد یکی از قسمت‌های ضعیف جامعه باشه. خب ضعیفش هم نه به درد من دوست عزیز میخوره نه به درد شماها. پس ما باید درس بگیریم ایران قوی داشته باشیم چون رادارهای قوی داریم، موشک‌های نقطه زن داریم. خب اینا اومدن دقیقاً 2-3 روز پیش رفتن با روسیه قرارداد بستن، قرارداد ریلی که از آستارا بره ریلشو روسیه گندمش از ایران صادرات کنه. خیلی یعنی همون صادرات گندم روسیه که از ایران انجام بشه اصلا زمین تا آسمون برای ایران بس. اصلا احتیاج دیگه به چیز ندارم. با اینکه اینقدر ما رو تحریم کردن فقط خب روسیه رو وقتی بیار اینجا پای کار میگه آقا صادرات رو بیار به ما از انجام بده. خب قطعا اینا رفتن قراردادشو بستن. اینا از یک تقریبا طول یک میاره بندر رو ناام میکنه، یک ریل رو ناام میکنه. پس از این باید درس بگیریم اینجور خرابکاری‌ها نه ایران رو گمراه میکنه نه مسئولین کشور باید گمراه بشن. پس این کاری که اینا کردن ما درس عبرت بگیریم. یا حالا ان شاءالله که میگن سهلنگاری انسانی بشه کاش نمیگود. پس یا میگه اسرائیل اومده زده، نه آقا این کارا نیست. مسئولین کشور، مسئولین نظام اینا خداشون بالاخره وقتی کسی بزرگتری بالا سرش باشه میدونن 40 خورده اندی سال داریم مملکت رو با همین کاراشو کثیفات بازی که انجام دادن مملکت رو جلو بردن. بعضی به بعدم ان شاءالله زیر سایه سید علی خامنه‌ای به جای برسیم. بعد کارهایی که و نقشه‌هایی که از صهیونیست‌ها به توی پاچه‌شون توی دست آستینشون در میشود برای نظام جمهوری اسلامی انجام میدن که از این کارهای کثافت بازی از این بدترش هم انجام میدن. پس مردم آگاه باشید و اینا ماها مردم معمولی مردم باید از نمایندگان مجلس باید از رئیس جمهور و بره به بالا ماها اینا رو غضب کنیم، ماها طلب کنیم تا ایران قوی داشته باشیم، ایران سربلند. اون وقتی که میگه جنگ سوریه الان چی شد؟ سوریه الان گل بلبل شد. فقط دیگه بمبارونش کردن که فکر نکنم هم قبلا بودن کلاش دارن. الان کلاش نه، طرف اون سوریه این دفعه باید بره با اسرائیل بجنگه. ان شاء الله که جنگ نشه ولی خب سوریه هم دیگه نبود.